سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه یه ویدیو خیلی جالب و جذاب از یه کافه خیلی خاص ببینیم. ما برای تولد دوست عزیزم آسا اومدیم کافه گربه ها که حسابی سورپرایزش کنیم، چون که آسا عاشق گربه هاست. پس چه جایی بهتر از یه کافه که هم میتونی توش قهوه بخوری و همین که با گربه ها وقت بگذرونیم. این کافه چینی تو منطقه ریچموند هیل و در تقاطع خیابان یانگ و ابزرواتوری لین قرار داره. لب خیابونه و راحت میتونین پیداش کنین. ورودی کافه 2 درب مجزا داره که یکی مستقیم وارد کافه میشه و دیگری ورودی محل نگهداری گربه هاست. تو همون قسمت ورودی وسایل بهداشتی مثل ضد عفونی کننده دست، روکش کفش و اینجور چیزا رو گذاشتن که قبل از ورود به محوطه گربه‌ها باید از اونها استفاده بکنید. بعد از خروج از اونجا میتونید با پرزگیرایی که اونجا گذاشتن لباساتون رو تمیز کنید. محیط داخلی کافه خیلی شاد و جذاب بود. انتهای کافه یه قسمتی رو اختصاص داده بودند به فروش وسایل و اسباب بازی‌های مخصوص گربه‌ها، جای آب و غذاشون، جای خوابشون و خیلی چیزای دیگه. رو در و دیوار کافه عکسای بامزه سلطنتی از گربه‌ها بود. یه دیوار رو هم اختصاص داده بودن به نقاشی بچه‌ها از گربه‌ها که به عنوان یادگاری اونجا نصبش کرده بودن. ما تصمیم گرفتیم قبل از اینکه چیزی سفارش بدیم اول یکم با گربه ها وقت بگذرونیم. این کافه محدودیت تایم نداره و شما از ساعت 11 صبح تا 11 شب هر چقدر که بخواید میتونید اونجا بمونید و میشه گفت تقریبا یه محیطی مثل استارباکس داره. شما 2 پکیج میتونید انتخاب کنید. یکیش $20 هستش که شامل یه نوشیدنی و بازی کردن با گربه هاست. یکی دیگه هم $25 که شامل یه نوشیدنی، یه کیک کوچیک و بازی کردن با گربه هاست. فضای داخلی محوطه گربه ها هم خیلی آروم بود، هم خیلی جالب و جذاب بود. دیزاین جای خواب و بازی گربه ها واقعا زیبا طراحی شده بود و یه محوطه بسیار تمیز و مطبوع داشت. یه بخش جالب دیگه این کافه این بودش که روی خونه کوچیک هر گربه یک یا چند تا عکس ازش، اسمش و یه معرفی کوتاه از اون گربه نوشته شده بود و یه سری اطلاعات از اون گربه مشخص کرده بودن. واسه همین میتونستی هم با اون گربه بازی بکنی و هم یه سری اطلاعات ازش به دست بیاری. وقتی وارد اونجا شدیم استقبال گرمی از ما شد. همه گربه‌ها رفتار دوستانه‌ای با ما داشتن، مخصوصا چند تاشون شدیداً لوس و بغلی بودن. بعضیاشون هم خیلی خوابالو بودن و تمام مدت حضور ما اونجا خواب بودن. گربه سیاه اونجا بودش که از نظر من سلطان بقیه گربه ها حساب می شد. برخلاف تصور مردم که میگن گربه سیاه بدشگونه، من عاشق گربه های سیاهم. خیلی منتظر موندم که از خواب بیدار بشه، ولی در تمام مدتی که من اونجا بودم تو بالاترین قسمت خوابیده بود. اینجا کلی گربه بامزه از نژادهای مختلف هستش که هر کدومشون یه شخصیت و داستان خودشونو دارن. من از همه‌شون فیلم گرفتم، از بازی کردنشون، اینکه چطوری با آدما ارتباط میگیرن و کلی لحظه های شیرین دیگه.
ما تقریبا 1-2 ساعت با تمام گربه‌ها بازی کردیم و دیگه تصمیم گرفتیم بریم به تولد بازی خودمون برسیم. ما 2 تا بابل تی سفارش دادیم با 1 کیک کوچیک و یه تولد 2 نفره قشنگ داشتیم. کارکنای اونجا وقتی فهمیدن که تولد یکی از ماست، یه نوشیدنی دیگه هم به عنوان هدیه به ما دادن. وقتی که مشغول خوردن نوشیدنیامون بودیم دیدم که گربه سیاه مورد علاقه‌ام بالاخره از خواب بیدار شده. واسه همین تصمیم گرفتیم یه بار دیگه به محوطه گربه‌ها بریم و این دفعه من با گربه سیاه وقت بگذرونم. ولی متاسفانه رفتار آنچنان دوستانه‌ای با من نداشت و خیلی بی‌حوصله بود. خلاصه این که برای گذروندن یه بعد از ظهر آروم دور از وجود آدم‌ها، کافه گربه‌ها یه گزینه خیلی عالیه. هم بهتون آرامش میده و هم روحیتون رو عوض میکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تو کامنت ها بهم بگین که کدوم یکی از این گربه‌ها رو دوست داشتین و کلا چه نژادی از گربه‌ها رو بیشتر دوست دارین. لطفاً با لایک کردن ویدیو بهم انرژی بدین. کانالم رو حتما سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی باشین. خیلی دوستتون دارم و مرسی که کنارم هستین.